بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، درس اول ما تعریف عقیده هست. تعریف عقیده توحید. عقیده در لغت چی را میگن؟ عقیده در لغت به معنای ربط دادن است و عهد کردن است و تأکید کردن است. و در اصطلاح علما میگن که سه اساس هست، سه چیز است عقیده. تصدیق قلبی هست، که یک انسان قلباً تصدیق داشته باشه، مثل که ما و شما وقتی که به زبان یک چیز میگیم قلب ما با او خوب اما تو او را تصدیق بکنه، بگه راست است و درست است. این عقیده در اصطلاح تصدیق قلبی هست. و اطمینان نفسی هست، یعنی داخلا انسان با آنچه که عقیده داره مطمئن باشه و یقین هست که انسان با آنچه که عقیده داره یقین داشته باشه. خب حکم یاد گرفتن عقیده چی است؟ یاد گرفتن عقیده فرض عین است بالای هر انسان. فرض عین چی معنی؟ مثل که ما و شما هر کس بر خود نماز میخونه، هر کس باید اساسات عقیده را خودش یاد بگیره. دلیلش چی است؟ دلیلش این آیت قرآن است که فعلم انه لا اله الا الله. پس علم داشته باش که نیست هیچ معبود مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و احکام و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی.